با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم. در استودیو همراهتان در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. برف و سرمای بهاری در تاجیکستان. دهقانان میگویند از حاصل امساله امید زیاد ندارند. در شرایط کرانتینی در روسیه مهاجران از حکومت تاجیکستان درخواست میکنند که موقتا پرداخت پول قرض را بازدارند. از شما احتراما خواهش میکنیم که یک مدت آن پاکشینی بانک مردم قطع کرده شود. گذرگاه را دیرتر میکشایند و یا چرا افتتاحی استکاده سه طبقه در دوشنبه به تاخیر افتاد. انجینرهای ساحوی خارجی ما وقتی که استراحت ماه ینور و فوریه رفتن، بعد از پیدا شدن این دیگر به یه رهبند موندن. متخصص خیلی بسیارتر آمدانه نیستن. برف غیر انتظاری اپریلی در تاجیکستان همراه با گل و غنچه های درختان دل کشاورزان تاجیک را از حاصل امساله تا اندازه سرد کرد. بریدن برف شام دیروز آغاز یافته در بعضی مناطق تاجیکستان تا هنوز ادامه دارد. هرچند هواشناسان هنوز چند روز پیش هوای سرد و نامساعد را پیشگویی کرده بودند، ولی ساکنان میگویند تا این حد برفریزی شدید را منتظر نبودند. با وزنی برف درختان و بعضی خطای انتقال برق نیز تاب نآوردند. اما همصحبتان براد یوسفی گفتند ضرر سردی ناگهانی احتمالاً از این بیشتر خواهد بود. بچه من چلیده در رفتم یکم بار خیلی برف دیدم در ماه اپریل، 9 اپریل خیلی برف نادیدم. برفریزی شدید کم سابقه در نیمه بهار ساکنان تاجیکستان را غافلگیر کرد. در این فصل سال که اکثر دار و درخت در تاجیکستان گل کرده و حتی غوره بسته است، شدت برف شماره زیادی درختان را شکسته و به حاصل باغ و کشتزار زیانی سخت وارد کرد. دهقانان میگویند از حاصل امساله امید زیاد ندارند. تمام همین باغ 116 هکتار باغ همین حاصلته همش هم خیلی پیلوسای با من ایجاد باغایی که امسال باید حاصل میدادن و همش هم خیلی. برف زیاد اصلا در وادی ها باریده است که موقع اساسی زمین های کشاورزی و باغ پروری است. هرچند زمانی بارش برف سردی هوا صفر بود، اما نگرانی دهقانان از سردی شبانه است. اگر به شرطی که آفتاب کنه یخ نکنه ممکن یگان 30% مونه. اما هواشناسان تاجیک پیشگویی میکنند که در حدود کشور هوا در این شب و روز زیر صفر قرار خواهد گرفت. سبب یکباره سرد شدن هوا در تاجیکستان و برفریزی شدید در وادی ها را هواشناسان وارد شدن هوای نمناک اتلانتیکی و انبوه سرد از قسمت اروپایی روسیه به حدود کشور مینامند. به قول آنها بلندی برف در دوشنبه و نواحی اطراف آن تا 20 سانتی متر ثبت شده است. هوای ناستوار در شهر دوشنبه تا نیمه دومی روز باقی میماند. بعداً بردن بارشات‌ها قطع می‌گردد. اینچنین در ولایت ختلان، در ولایت سوخت و در کوههای تابع مرکز علاقه بردن بارشات‌ها روز 10 اپریل قطع می‌گردد و در وادی‌های ولایت ختلان تابع مرکز و ولایت سوخت با سبب صاف گردن هوا شبانه 0.5 درجه خنک می‌شود و در منطقه‌های کوهی باشد کم و بیش هوای سردی در نظر است، یعنی که تا 10-15 درجه خنکی در نظر است. در شهر دوشنبه سال 1994 در ماه اپریل بارشات برف ثبت شده بود. اما به قول هواشناسان شدت بارشات 26 سال قبل خیلی پستر از برفریزی شب 8 به 9 اپریل سال جاری نبوده است. دادگاه عالی تاجیکستان سامانه مستقل اخبار را که قرارگاهش در شهر پراگ است بر روی خط وبسایت‌های ممنوع در کشور وارد کرد. مقامات تورنما را به آن ابدار کردند که به سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین در اروپا خدمت می‌کند. میرزای سلیمپور مؤسس و سردبیر اخبار گفت سامانه زیر رهبری او به هیچ سازمان یا نهاد تعلق ندارد. اداره سامانه اخبار این اتهام گویا خدمت کردن با کدام تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی را که دادستان کل و دادگاه عالی بیان کردند قاطعانه و شدیداً محکوم میکند و رد میکند و این قرار دادگاه عالی را یک نمونه برجسته آشکار و بی پرده حمله به آزادی مطبوعات در تاجیکستان میشمارد.
сомонаи ахбор.ком моҳи ноябри соли 2016 дар маркази ҷумҳурии чех ба кор оғоз карда хабарҳои марбут ба Тоҷикистону минтақаро бепарда бостоб медиҳад. Мирзои Салимпур мегӯяд, дар ин муддати фаъолият хабару гузоришҳои нашр кардаи онҳоро беш аз 20 миллион бор дидаанд. Дастрасӣ ба ин сомона зиёда аз 2 сол мешавад дар Тоҷикистон масдуд аст. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. مجرمین کاری توجیک میگویند پول قرض بانک را دادن نمیتوانند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که موقتا پرداخت پول قرض را بازدارند. پس از خروج کرونا ویروس و جاری شدن رژه کارانتین در روسیه، مجرمان بیکار ماندند و درآمدشان را از دست دادند. همکارم عبدالله اشورов این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که چرا مهاجران در روسیه از بانک‌های تاجیکستان قرض گرفتند؟ سلام شهلا، اکثریت مهاجران برای خریدن چیپته و تهیه سندهایشان در روسیه در روزهای اولی کارشان از بانک‌های تاجیکستان قرض میگیرند. از این رو هزاران نفر مهاجران در آغاز موسم مهاجرت قرض میگیرند و بعداً در هنگام کار در روسیه این قرض بانک‌ها را میپردازند. حالا که مهاجران در روسیه بنابر رژه کارانتین جای کار و درآمد خود را از دست دادند، از مقامات تاجیکستان تقاضا دارند پرداخت پول قرضی بانکی آنها را بدون جریمه و جزاهای علاوه‌ای به تأخیر گذارند. بسیاری مهاجران این مشکلی را دارند که پاکشن بانک دارند، اما پاکشن بانک خودشون یعنی پرداخت کردن نتونستیم. از شما احتراما خواهش میکنیم که یک مدت این پاکشن بانک مردم قطع کرده شود. خب عبدالله، ارز مهاجران فهمو است در روسیه و چندین کشور دیگر پس از خروج کرونا ویروس شرایط بازگردان قرض‌ها، پرداخت اندوز و دیگر مسائل وزین سبکی جاری کردند. آیا مقامات تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟ شهلا، تاجیکستان تا هنوز در مورد بازداشتن پرداخت قرض‌ها و یا یگان امتیازهای دیگر در این زمینه به شهروندانش اقدام نکرده است. رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا پرداخت قرض بانکی آنهایی که در شرایط مشکل قرار گرفتن موقتا بازداشته می شود یا نه چنین پاسخ داد. باز دیگه برآمدیم باز یعنی پیش‌رو میشود. دیگه می‌بریم. باز ما باید تحلیل کردن که چند فایده میشه. چی تاثیر میرسونه بانک دار؟ درآمد بانک دار. بانک بدونید همه مبلغشون در حساب دیپازیت‌ها. حساب مردمه. در حالتی وای اگر ایسا ندیده برآمدن مردم نباید فهمیدن نکنه که ما فایده شما را پس میکنیم و چی سری وقت داده نمیتونیم مبلغ داد. در همین حال بانک ملی امروز با بانک‌های کشور تا پایان سال یک سبکی پیشنهاد کرد. بانک ملی اعلان کرد که معیار ذخیره‌های حتمی بانک‌ها را از روی پس‌اندازها با پول ملی 2% و با اسعار خارجی 4% پایین آورد. با این ترتیب بیش از 247 میلیون سومانی پول علاوه‌ای آزاد در اختیار بانک‌های تجارتی تاجیکستان قرار می‌گیرند. تشکر عبدالله. به هر حال امید می‌بندیم که این درخواست مهاجران توجیک به گوش مسئولین میرسد و البته به نوبت گرفته می‌شود. در روسیه میمانیم. در روسیه کارانتین تا 30 اپریل اعلان شده است. مقامات انتظامی در این کشور نظارت را پرزور کرده آنهایی را که طلبات کارانتین را نادیده میگیرند جزا میدهند. اما منظره عجیبی که به چشم دوربین خبرنگاری رویترز افتاده است، در شرایط کنونی ساختمان‌های بزرگ مسکو نه تنها متوقف نشدند بلکه با اقتدار پوره ادامه دارند. گزارش را اسکندر خوجا میرزاده تقدیم میکند. در هفته دوم کارانتین و یا به اصطلاح گوشه‌نشینی مردم روسیه، مکان‌های دوست داشته سیر و آسایش ساکنان شهر مسکو به قدر قابل ملاحظه خالی شده و لوحه‌ها و شعارها گوشه‌نشینی و مراعات مسافه اجتماعی را تشویق می‌کند. با هدف جلوگیری از توسعه سرایت کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 سر از آخر ماه گذشته حکومت روسیه در سراسر این کشور کارانتین جاری نموده به شهروندان گوشه‌نشینی مشورت داده است. طبق دستور حکومت هر ولایت و منطقه وابسته به شمار گرفتاران کووید 19 کارانتین را شدیدتر و یا سبکتر می‌کند. در مسکو به ساکنان مشورت داده شده است که تنها در صورت نیاز به غذا و یا دارو و درمان به نزدیکترین فروشگاه روند. سیر و گشت با حیوان خانگی و یا پرتافتن اخلاط نیز باید در نزدیکی‌های منزل زیست صورت گیرد. خبرنگار رویترز از چند ساختمان بلند آشیانه‌های مسکو زیارت نموده گزارش می‌دهد که در آنجا کار با وسعت کامل ادامه دارد. در عین زمان نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات اجرای رژیم گوشه‌نشینی را پیگیری می‌کنند. در شهر سنت پتربورگ خبرنگار رویترز
در یک عملیات تشخیص افراد نادیده‌گیرنده کرانتین شرکت ورزید. افسران با لباس حمایه کیمیایی اطلاع می‌گیرند که 3 نفری بازگشته از خارجه دستور گوشه‌نشینی را اجرا نکرده به بیرون برآمدند. گروه اپراتیوی به این منزل تشریف می‌آورد. چرا شما 2 روز دیگر در خانه ننشستید؟ در خانه چیزی خوردنی نداریم. همه را تمام کردیم. اکنون شما باید استراحت کنید. می توانم سگم را بیرون برارم؟ نه. پلیس یکی از ساکنان این منزل را که تبی بلند داشت با خود به طبابتگاه مرکز مبارزه با سرایت کرونا ویروس انتقال داد. روز چهارشنبه ستاد مبارزه با کرونا ویروس روسیه اطلاع داد که در این کشور وضع صحتی بیش از 8,500 نفر تفتیش شده، نزدیک 1200 نفر مبتلای کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 شدند. 8 اپریل روسیه خبر داد که تاکنون در این کشور 63 نفر از کووید 19 جان دادند. در دوشنبه افتتاح گذرگاه و یا استکادای 3 طبقه به تأخیر افتاد. قرار بود گذرگاه در محل بیمارستان قرای بولو در روزهای جشن نوروز به استفاده داده شود. مسئولین میگویند خروج ویروس کووید 19 و نامساعدی هوا در اجرای طرح بازسازی قطعه راه موشنگرد از مجسمه ابوعلی سینا تا دروازه‌های غربی مشکل ایجاد کرد. برای یوسفی گزارش می‌دهد. خروج سرتاسری کرونا ویروس در جهان، مراسم افتتاح قطعه راه ماشینگرد از مجسمه سینا تا دروازه غربی دوشنبه عبارت از 2 استکاده 3 طبقه و 2 راه 2 طبقه را به تأخیر گذاشت. به قول مسئولان، حالا این قطعه راه تقریباً به کلی آماده است، اما برای انجام کارهای نهایی هوای مساعد را منتظرند. از طرف دیگر این پیدا شدن این پروبلم های مقصد و بای نشون داد که کرونا ویروس که انجینیر صحوی خارجی ما وقتی که استراحت ماه ینور فیور رفتن، بعد از پیدا شدن این دیگر باید رهبان موندن، متخصص خیلی بسیارتر اومدن نتونستن. قبلا مقامات شهرداری دوشنبه اعلان کرده بودند که ساختمان قطعه راه از مجسمه سینا تا دروازه غربی با کل انشاءات یاری دهنده تا روزهای نوروز سال جاری به انجام خواهد رسید. وقتی که سروزیر و وزیر نقلیات برای آشنایی با ساختمان استکاده 3 طبقه راهها به آنجا رفته بودند، آنها وعده دادند که تا جشن نوروز مورد استفاده قرار می‌دهند. از این رو منزل‌های بلند طبقه اطراف راه را تامین کرده ایستاده‌ایم. درختان شینانده ایستاده‌ایم. ما را وظیفه‌دار کردند که کارها را در آنجا آغاز کردیم. مسئولان سبب دیگری به تأخیر در آمدن انجام امور ساختمانی در این طرح را به منفرش‌کنی قبط نهایی این راه وابسته می‌دانند. زیرا قبط سوم راه با نمود مخصوصی اسفالت پوشانیده می شود که آن را تنها در هوای خشک و گرم امکان دارد بالای جاده خوابانید. در راه دورداری 2 تا پل ساخته شدگی است. ما بغیر از این در بروشی گفتم کوچه میکوس که پل ساخته شده در همین مرحله دیم خوش می شود. باز در بروشی خیابان صدام مقصود با کوچه باهوادین ساخته شده به استفاده شد. طرح بازسازی قطعه راه ماشینگرد از مجسمه ابوعلی ابن سینا تا دروازه غربی را بانک اروپایی بازسازی و رشد به مبلغ حدود 40 میلیون دلار آمریکایی قرض و کمک فنی مبلغ گذاری کرده است. استکاده نخستین در بریش خیابان به نام باباجان غفور و نصرت الله مقسوم 2 سال قبل مورد استفاده قرار داده شد، ولی حرکت نقلیات توسط این استکاده 3 طبقه تنها در 2 طبقه آن امکان دارد. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تو این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. تا صحبت بعدی میتونید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب چون همیشه گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. صبح فردا من شما رو در نوید بامدادی منتظرم. یادتان نرود تا فردا. خدا نگهدارت.